واسطه‌های اخبار داخلی و خارجی واقعه‌های وارخ را ما میبینیم، تماشا میکنیم، میخونیم، میشنویم و هر یک تاجیکستانی اندیشه آن دارد که امروز هر وجبی پاک وطن، هر یک وجبی خاک مقدسی وارو برای نه تنها شهروندانی که در این دهه در این دیار زندگی میکنند، بلکه برای تمام مردم شریف تاجیکستان عزیز و مقدس است.